الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله الحكيم في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. محضر همه عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث این هفته ما و شما پیرامون این که چگونه فرزندانمان را تربیه اسلامی بکنیم. خیلی از والدین شاکی هستند و شکایت میکنند از فرزندان خود که آنها تربیه نمی شود. هرچی ما تلاش میکنیم تربیه نمی شود. ما چه باید بکنیم؟ چه راهکردی است، چه پیشنهادی است، چه اموری است برای تربیه فرزندان ما به جهت صلاح و فلاح و رستگاری؟ اولا باید گفت که اونهایی که فرزند دارند نباید مغرور شوند به فرزندان و فکر نکنند که ملاک همه چیز فرزنده. اگر برای من فرزند داده شد من از همه بهترم. اونهایی که فرزند ندارند نباید مایوس باشند که بگن ما فرزند نداریم، اگر خدا ما را دوست می داشت فرزند برای ما می داد. این مفکوره های درست نیست. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها هیچ فرزندی از خود تولد نکردند، خیلی ارزشم داره. اینجا رب العزت و الجلال می فرمایه المال والبنون زینت الحیات الدنیا. این مال و فرزندان زینت زندگی دنیوی است. اگر مال باشه و فرزند باشه زندگی انسان مزین میشه، خیلی خوبه، زینت پیدا می کند، اما کمال نیست، همه چیز نیست، ملاک برتری نیست، بلکه والباقیات الصالحات، اون اعمال شایسته، کارهای ماندگار شایسته، خیر عند ربک ثوابا و خیر املا، و نزد خدا خیلی بالاتره. امید و آرزوی تو باید به اعمال شایسته تو باشد، نه به ذات فرزند و به ذات مال، مگر اینکه مال و فرزند در راه درست و صحیح به کار انداخته شود. بعضی افراد به فرزندان خود مغرور می شوند. ما فرزند داریم. خیلی ها در بعضی از مجالس می نشینند خدا به 10 فرزند داده. رب العزت و الجلال می فرمایه افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا و ولدا. آیا دیدی اون انسان کافری که ملاک برتری مال میدانه و فرزند میدانه؟ ایمان نمیارم، خیره، من فرزند داده شده برای من، مال داده شده. این مفکوری درست نیست که ملاک برتری پولداری و فرزندداری بداری. این مفکوره کفار بود. میگفتند ما مال داریم و فرزند داریم. نباید ما مغرور بشیم. بعضی از فرزندان هم مایه گمراهی بشرند. فرزند به دنیا آمده، رشد کرده، بزرگ شده، اما هیچ ارزش ندارد. نه تنها که مفید نیست بلکه جامعه را به ویرانی میکشاند. وبال بر پدر و مادرش. خیلی ها شاید مشاهده کرده باشیم یا شنیده باشیم
پدر و مادر میگویند ای کاش فرزند نمی داشتم، به ناله، به فغانه که کاش فرزند نمی داشتم. حالا که خیلی از انسانها دست به دعای خدایا فرزند بده، اما خیلی ها میگویند خدایا کاش فرزند نمیدادی، به خاطر که این فرزندان مایه گمراهی حتی پدر و مادر و خانواده و بشر و جامعه هستند. الله رب العزت و الجلال از چنین فرزندان در قرآن بیان کرد.